با درود و احترام به شما عزیزان. قبل از هر چیز اگر نام عکاس روی بک‌گراند دیده نمیشه، عکس از عکاسی به نام فرزاد منتی است. نام من برزو احمدی، از یک خانواده کرد به بیان بومی طایفه که مترادف الحق استفاده میشد یا میشود، در یکی از روستاهای حومی شهر سرپرزهاب در استان کرماشان به کردی به دنیا آمد. من از اوایل 1990 میلادی در سوئد سکونت دارم و از سال 1999 میلادی به این سو با طرح پرسش‌های راهی پیش گرفتم که آن موقع چگونگی ادامه و اختتامش یا انتهایش برایم ناروشن بود و همانند هر انسان دیگری پرسش بنیادینی که من در آن زمان از خود پرسیدم و هنوز هم پرسش رو در پی جواب همان پرسش هستم، این بود: من کیستم و چیستم؟ آیا من هستم؟ آیا من در معنا و نگاه دکارتی هستم؟ دکارت می گفت، دکارت فیلسوف فرانسوی در سده 17 میلادی گفت: من می اندیشم پس من هستم، یعنی اینکه من فکر می کنم پس من هستم. I think therefore I am، که ترجمه انگلیسی دیگریش هم I think I exist. پس پرسش من هم همین بود بیش از دو دهه پیش: آیا من هستم؟ آیا من یک زمانی در گذشته کیستی و چیستی مبتنی بر اندیشمندان من شخصی نتوه داشتم که بتوانم آن را از نو بازشناسم و در خود بازایی کنم؟ به بیان دیگر، آیا اندیشمندانی در میان کردان وجود داشتند که اندیشه هایشان سرچشمه و بستر پدید آوری هویت جمعی کردان شده باشد؟ اگر جواب مثبت است، دیدگاه ها و جهانبینی فکری و فلسفی آنها چه بوده و شاخص های هویتی که ما را از دیگران مجزا و متمایز می کرده کدامند؟ و اگر دینی اندیشیده اند، چه نظام اعتقادی داشتند؟ انعکاس هویت ما در آینه همسایگان و به ویژه در آثار مرتبط موجود چگونه است؟ آیا این همه شکاف و تناقض و تضاد در هویت کنونی ما چرا این همه شکاف و تناقض و تضاد در هویت کنونی ما با توجه به نگاه کردن در آینه همسایگان و نظر افکندن یا مطالعه آثار مرتبط موجود؟ یکی منبع و منشأ
رگه ای از هویت ما را به دین زرتشت، دیگری به آیین مانی و سومی به مشی مزدکی باز می‌گرداند. یکی عدد 7 را سوژه و سرنخ یافتن همسنخ هویتی برای ما می‌کند، دیگری لفظ تناسخ رو و سومی حلول و تجلی ذات در جسم. یکی شجر نامه سادات را سند تعلق هویت ما به اسلام و شاخ و شعبه هایش قرار میدهد. دیگری قداست تکایای سادات و سومی رنگ سبز شالشان و رنگ سفید مریدانشان، یا نوع ذکر و سماع صوفیان و دوریششان سند تعلق ما به جهان اسلام قرار میده. و خیلی خیلی تناقضات و تضادهای زید فراوان پرشمار. پژوهشگران و نویسندگان مربوطه در پژوهش‌هایشان و در خلق آثارشان از کدام منابع بهره جستند؟ آیا دانستنی‌های مستند و دانش وزین در آن منابع، دانش وزین مرتبط در آن منابع یافت می‌شوند؟ و پرسش‌های پرشمار دیگر جوابدهی منصفانه و رک و روشن به پرسش‌هایی که مطرح کردم تنها از راه نقد مستند و مستدل منابع مزبور میسر میگردید و میگردد. معتبرترین منابع برای راستی آزمایی دانستنی های پژوهشگران و نویسندگان مربوطه همانا دفاتر یاری های کردان بودند و هستند. به همین دلیل من بیش از 2 دهه پیش برای شناخت واقعی تاریخ و هویت خویش به دفاتر یاری ها مراجعه کردم. قبل از ادامه سخن در رابطه با نوع روی کرد من و توانمندی و یافته هایم، ابتدا به دقایقی از ویدیوهایی از یک سخنرانی 3 قسمتی از شخصی به نام دکتر فریدونی، دکتر حسین فریدونی با هم ببینیم. سپس نگاهی به چند مقاله پژوهشی مرتبط بیندازیم، ببینیم چه نکات مهمی در مورد ما در آنها میتوان دید و آن نکات مهم را با استناد به کدام منابع معتبر استنتاج یا استخراج شده.
عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن یدیه. گروه اول وهابی‌ها است، فرمودند بندم براتون تکرارش میکنم. یادمان نرود از امام رضا علیه السلام این درس رو باید ما گرفته باشیم که اگر قرار شد با فردی یا گروهی به مناظره به مباحثه بنشینیم، باید اعتقادات آن فرد و گروه را بدانیم. بدون دانستن اعتقادات فرد و گروهی که مقابل ما صف بندی میکنند رفتن و به مجلس مباحث و مناظره حاضر شدن، چیزی و نتیجه‌ای جز خسران نخواهد داشت. قال علی علیه السلام، قضاوت درباره خویشتن. حضرت امیرالمؤمنین آمده بینش امام را نسبت به پیدایش گروه‌هایی در آینده اسلامی ترسیم کرده و تصویر کرده. امام دو گروه را درباره خود و در قضاوت درباره خویشتن اهل هلاکت خواند. گروهی که در حق امام علیه السلام کوتاه آمدند، آنانی که آنچه را که امام می‌دارد بیان نکردند و کتمان کردند و منکر فضائل و مناقبی شدند در امام که خدای متعال به این بزرگوار عنایت فرموده است. عده‌ای هم در این جهت قضیه و در این سوی قضیه، کسانی که درباره وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اینان راه افراط را پیمودند، آنچه را که در حد امام نبود به امام نسبت دادند. شاخصه گروه اول کوتاه آمدن، شاخصه گروه دوم بسیار افراط کردن. مصداق بالای گروه اول وهابی‌ها هستند و مصداق والا و بالای گروه دوم افرادی هستند که شما با صفت کلی اونها یعنی صوفیه به کم و زیاد آشنا هستید. در این بررسی اگر خدا عمری عنایت بفرماید، ما فرقه هایی از صوفیه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته یادمون نره این قضیه رو. آقای مخملباف فرمودند بندم براتون تکرارش میکنم. یادمان نرود از امام رضا علیه السلام این درس رو باید ما گرفته باشیم که اگر قرار شد با فردی یا گروهی به مناظره به مباحثه بنشینیم، باید اعتقادات آن فرد و گروه را بدانیم. بدون دانستن اعتقادات فرد و گروهی که مقابل ما صف بندی میکنند رفتن و به مجلس مباحث و مناظره حاضر شدن، چیزی و نتیجه‌ای جز خسران نخواهد داشت. هم خسران برای ما و هم بحث مسئولیت الهی و بازخواست خدای متعال و هم از دست رفتن افرادی که اگر دیگرانی می رفتند می توانستند آنها را نجات بدهند و ما رفتیم و مانع این خیر شدیم. به هر حال فرق گوناگونی از صوفیه در مملکت ما هستند، اینقدر که من پیدا کردم. شاید برخی فرق هم باشند که هنوز در تیررس من و در تیررس تحقیقات من قرار نگرفته باشه. یقینم دارم که مطلب همین جور هست. اون مقداری که ما یافتیم، برخی هستند که اینان صوفیان صرف و محضن. برخی هم هستند که صوفی نیستن، اینها یه چیزی به نام ملغمه‌ای به نام خلاصه فرقه و گروهی درست کردند و به او معتقدند. به هر حال این مجموعی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم یه 10-12 تا بیشتر فرقه نیست. البته ما به ترتیب قرار این گونه بررسی کنیم. فرقه اولی که مورد بررسی قرار میدهیم فرقه اهل حقه. اهل حق نام دیگری هم دارد به نام علی اللهیا، در بین ما معروفن اینها، و نام دیگری خودشون بر خودشون نهادن به نام فرقه یارسان. یارسان
مخفف یارستان است. یار یعنی خدا، یارستان یعنی طرفداران خدا. این هم نام دیگری که خودشون بر خودشون نهادن. مردم عوام به اینها میگویند علی اللهی، یعنی کسانی که معتقدند وجود مقدس مولا امیرالمومنین خود خداست که آمده. خودشون به خودشون میگن اهل حق، یعنی رایج‌ترین نامی که خودشون بر خودشون نهاده اند این کلمه ترکیبی اهل حقه. همونطور هم که عرض کردم براتون نام دیگری هم خودشون بر خودشون نهادن به نام یارسان. این سه تا نام به هر حال برای این فرقه است. حال دو نکته مهم یا نکات مهمی در این بخش از سخنان فریدونی هست. یکی این که اینها به قول خودش منابعی بررسی کرده و پژوهشی انجام داده. منابع کدامند؟ و این نام یارسان که ایشان تأکید میکنه که خودشان بر خودشان نهادند، در واقع این نامی است که من بیش از 2 دهه پیش بر این جامعه گذاشتم و پیشتر از آن تنها همانطور که ایشان هم اشاره دارند در ترادف با علی اللهی و الحق و نامهای فراوان دیگری که میبینیم در متن که نگاه خواهیم کرد که در معنای مذهبی بکار رفته است. دقایقی از قسمت دوم از ایشان هم گوش بدیم. جویی کنیم و به صورت خلاصه و جامع براتون مطالب بیان بشه. بس همونطور که میدانید بررسی و نقد سلسله های گوناگون صوفی است و ما در این بررسی و نقد در جلسه گذشته فرقه اهل حق رو براتون بررسی کردیم در حد یک جلسه. کتاب ها رو گفتیم، تاریخچه رو گفتیم براتون و به یکی از مسائل اعتقادی بسیار مهم اهل حق ما در جلسه پیشین توجه پیدا کردیم. اگر فراموش نکرده اید عرض کردیم اهل حق حلولی هستند. معنای حلول را هم جلسه گذشته براتون توضیح دادیم، یعنی معتقدند که ذات مقدس خدای متعال در هر زمانی در بدنی از بدنهای انسانها وارد می شود و از جمله از کتاب بسیار معتبر شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی پدر آقای نورعلی الهی ما براتون ابیاتی رو خوندیم دال بر این که العیاذ بالله ثم العیاذ بالله وجود مقدس امیر مومنان علی علیه السلام این ذات خداست که در بطن جناب فاطمه بنت اسد ورود کرده و به صورت علی ابن ابی طالب بیرون آمده. گفتیم براتون که البته این قضیه فقط خاص امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه در مورد بزرگان دیگر نیز اینان چنین اعتقادی را می‌دارند. دنبال ماجرا را از همینجا پی بگیریم. از بزرگترین بزرگان اهل حق شخصی به نام شاه خوشین هست. ماجرای ولادت او درست مثل ماجرای ولادت مولا علی ابن ابی طالب میمونه. اجازه بدید که ما ابیات رو بخونیم. خود ابیات گویاست واقعا. ابیات از شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله جیحون آبادی. یکی داستان از جهان آفرین بیا بشنو از مظهر شه خوشین. مبارک بودی نامش از اصل کار خوشین شه لقب شد در آن روزگار. اسمش مبارک بود، لقب شاه خوشین شد. خب حالا ایشون از کجا درست شد، از کجا به دنیا آمد؟
زئیل لرستان قوم سترگ، بودی مرورا دستگاه بزرگ. پس ایشون لر بود اصلا. خردمند دانا و دانشپذیر، یکی دختری داشت او بی‌نظیر. قضا روزی آن دختر ماه چهر، نشسته به جایی که تابیده مهر. دختری بوده در میان این ایل زندگانی میکرده، خیلی زیباروی بوده. یه رو نشسته بوده در جایی که آفتاب میتابیده. یکی ذره از خور بیامد دوان، فرو شد به کام شه بانوان. یک دونه از ذرات خورشیدی رفت داخل دهان این دختر بسیار زیباروی. بشد حامله دختر از ذره نور، که آن نور از حق نمودی ظهور. اون ذره نوری که رفت در داخل بدن این دختر چه کرد؟ او رو آبستنش کرد. اسم این دختر چه بوده؟ جلاله بوده و بعد هم به نام ماما جلاله معروف شد. الان معروفه. جلاله در آن وقت چون بکر بود، شب و روز این بار در فکر بود. خب او که با مردی ازدواج نکرده بود، چه علت حاملگیش چی شد؟ حاملگیشون ذره خورشیدی بود که رفتشو حامله کرد. پس از چند مه گشت بارش ثقیل، پدیدار از آن نور رب جلیل. هی مرتب شکم چی شد؟ اومد جلو. خلاصه داستان هم تو ادامه داره. از بیان قومش رفت. در واقع تقلیدیه این ابیات از قرآن کریم در داستان حضرت مریم سلام الله علیها. خودم همین حرفا رو میزنه دیگه. وقتی که مریم حامله شد، به خاطر اینکه زخم زبون نخوره، خلاصه از بیان قومش اولا بسیار خودش رو کمتر ظاهر میکرد، بعد موقع زایمان هم رفتش خلاصه بیرون. این تقلیدی از همون، البته افسانه است که از اونجا تقلید گرفته. خب این بخش هم ایشان درست میگن. این اشعار از حاج نعمت الله جیهون آبادی هستش. منتها پرسش اصلی این میشود که آثار حاج نعمت الله جیهون آبادی و پسر ایشان نور علی الهی چه ربطی به تاریخ و هویت ما دارد؟ اگر در منزل ندارید این کتاب رو تهیه کنید، به نام قررالحکم و دررالکلم. قررالحکم در برگیرنده 10,760 کلام کوتاه از امیرالمؤمنین سلام خدا بر او باد. کلامی که اول سخنم ایراد کردم از همون کتاب بود و از همین بزرگوار. اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. یعنی سخنان و آراء گوناگون را به یکدیگر بزنید، آراء متخالف را و افکار متضاد را به یکدیگر بزنید. از برخورد این گونه افکار متضاد حقیقت زاده می شود. در فارسی تعبیر ما داریم، میگن تنها به قاضی رفته خوشحال برمیگرده، چون در برابر او کسی نیست که سخنان او رو نقد کنه و جواب بده. این ضرب المثل فارسی در این کلام امام علیه السلام متجلیه. هر کس بخواد راجع به آیین خودش، مذهب خودش، مرام خودش سخن بگه، وقتی تنها بگه حتما راضی خواهد بود. اما اگر مخالف در برابر او باشد و مخالف هم در برابر سخنان او سخن بگوید، وقت این دو تا مطلب به هم برخورد پیدا میکنن و آن کسی که شاهد و ناظر است و میشنود و میبیند حقیقت رو از این برخورد دوگونه فکر دریافت خواهد کرد. به هر حال ما 2 جلسه درباره اهل. خب پرسشی که از این آقای حسین فریدونی و سایرین و کل
سردمداران اسلام باید پرسید آیا همین سخنی که ایشان یا همین معیار که ایشان تعیین می کند که گویا امام علیش گفته باید دیگران هم به سخن بیایند و از اعتقادات خودشان سخن بگویند، آیا در هیچ زمانی این فرصت در اختیار سایرین دیگراندیشان دیگر باوران گذاشته شده؟ اگر همین را معیار قرار دهید، آیا چیزی به نام اسلام در همان اوایل رشد میکرد، بر دیگران تحمیل شد، یا از طریق همین از راه گفتگو و مباحثه اسلام توسعه یافت؟ این یک دروغ بزرگ است و شاید هم همین سخن هم همان سخن معروف جان استیوارت میل و میدان راستی آزمایی سه‌بعدی ایشان باشه که اینها به امامشان انتساب میدهند. بریم و نگاهی به یک مقاله پژوهشی، مطالعه مردم شناسانه، الحق یا یارسان، مطالعه مردم شناسانه که کمی بزرگ بکنم که صفحه دیده بشه. شناسانه، مردم شناسانه، گروهی از شیعیان قولی استان کرمانشاه، صفحه 107. این از یک کتاب، بخشی از یک کتاب که 40 صفحه هستش، همین که میبینید اینجا 40 صفحه، به نام الحق، مطالعه مردم شناسانه گروهی از شیعیان قالی. اما شاید پیش از این بهتر باشد که یک مقاله مهم دیگر نگاه بکنیم که این گونه مقالات به اصطلاح پژوهشی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی و مراکز وابسته به نهادهای مذهبی در جمهوری اسلامی چه منابعی استفاده کردند. خب این سال 93 21/11/93 که این دریافت شده و در این چیز چاپ شده، احتمالاً در این مرکز یا در این نشریه که یا به صورت کتاب در آمده، اینش نمیدونم، ولی کتاب شناسی فرقه الحق یا یارسان، همین یارسان که یدک الحق کردن، عنوانی که تا 2 دهه پیش در نوشتارها و در آثار به اصطلاح پژوهشی غیر از چند منبع، من جمله همین حق الحقایق شاه نعمت الله یا حاج نعمت الله جهون آبادی، آثار بورکی، دکتر صدیق بورکی و ایرج بهرامی و چند منبع دیگر که در طول راه آنها را میبینیم، آنها در این لیست رفرنس های این نوشته ها میبینیم، من آنها را برجسته میکنم. خب این یک مقاله در واقع از 2 شخص، یکی مهدی رحیمی و امیر اسماعیل آذر، و این 2 مهدی رحیمی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، و دومی آزاد دانشیار زبان امیر اسماعیل آذر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران. خب اینم نویسنده مسئول اینه چیزشه، آدرس اینترنتیش. حالا این در این چکیده به وضوح نشان میدهد که اینا به چه نتایجی رسیدن این نویسندگان. فرقه الحق یا همون یارسان در قرن 7 هجری به وسیله که سلطان اسحاق یا سحاق بنیان نهاده شده و از کهن‌ترین فرقه های تصوف است و این از لحاظ اینش مهمه، این که من باکگراند زرد مشخص کردم بسیار مهم است. از لحاظ تخلیط مذاهب اساطیری و گنوسی کهن نظیر بودایی، برهمایی، مانوی، یزیدی، زروانی، مزدکی، زردشتی، خرمدینی و غیره و غیره با آیین ترسایی و داستانهای اسرائیلی و صوفیگری و درویشی و عرفان و فتوت و تعالیم باطنی فاطمی و صباحی و فرهنگ دروزی و حروفیگری و نقطویان و بکتاشی و نصیری و قالگیری شیعی آیینی التقاطی به شمار میره. خب حالا این همه عناصر در یک هویت، در واقع این عناصری هستند که خود هویت اسلامی به وجود می آورد. خب این هم توضیح دادن که مذاهب چی که به سیر تکامل صعودی و نزولی روح بشر بعد از مرگ به صورت گردش‌های متوالی یا تناسخی، که اینها مقولاتی بسیار بسیار متفاوت هستند و این تناسخ در مذاهب برخی مذاهب هندویی معنا پیدا میکنند و هیچ ربطی به حتی اون دونادونی که در نگاه متصوفه هستش بسیار متفاوت است. این فرقه علی الهی به این علت علی الهی گفته میشن که به الوهیت امام علی معتقد. بعد شارب اینها مهمترین به اصطلاح باورهایشان هستند. شارب یا سبیلان پرپشت و آویخته روی لب و اینها که رسومات جمخانه و چیزن دارد. به هر حال مقاله حاضر تلاش دارد خب فهرستی از کلام ها و کتاب های چاپ و منتشر شده الحق را به پژوهشگران معرفی نماید. خب اینا حالا ببینیم این کتاب ها چه هستند، از کی هستند و تا چه میزان با تاریخ واقعی ما که همان دفاتر یاری های متوالی گورانیان در طول تاریخ بعد از سقوط ساسانیان و استیلای اسلام، یعنی اولین نوشته ها به قرن دوم هجری برمیگرد تا زمان نوروز سورانی و تیمور بانیارانی در حدود بیش از 100 قبل. در این پیشگفتار هم فرقه الحق قدیمی ترین مسلک های حوزه تصوف و عرفان به شمار می روند و این معلوم است که دیگه نویسندگان از همون اوائل یا پژوهشگران خودشان با یک عینک مشخص به مطالعه متون مربوطه رفتند و اینها به سر مگو
به اصطلاح اعتقاد دارن، این در صورتی که این سرمگو هم چیز ریشه در اشعار حاج نعمت الله جیحون آبادی مکری داره و هیچ ارتباطی با واقعیت امر، با تاریخ واقعی یاری ها ندارد، چون در خلال یاری ها با مسلمانان سنی که قبل از دوران صفویه در ایران یا در میان مردم که شناخته شده به ملل وسطا ساکن ایران اکثریت بودند، در هر دوره که اینها یاری شروع کردند که با مسلمانان به گفتگو نشستند که از میان بهترین داناترین های آنها که پست های داده شود به داناترین آنها و بتوانند در یاری روزگار مشارکت داشته باشند. خب حالا این سرمگو سند چه هستش؟ سند از شفیعی کدکنی آوردن و این هم سندش چه هستش؟ اشعاری از حاج نعمت الله جیحون آبادی. منتها ایشان یه نگاهی بیندازیم اگر پیدا کنم قلندریه در خب این آقای شفیعی این چیز سندشه که به شخصی به نام اثری به نام شمس الحقایق رضا قلی خان هدایت چی کرده؟ منتسب کرده که در صورتی که من همین اشعار را در اشعار همین ابیات را در اشعار حاج نعمت الله دیدم. حالا این که حاج نعمت الله از ایشان گرفته باشه یا ایشان از حاج نعمت الله اینش نمیدونم، ولی خب این اشعار مربوط است به یا متعلق است به آثار حاج نعمت الله. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود تو زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود. و این است که من در برنامه هایی به این و به آثار به طور کلی به آثار حاج نعمت الله مکری میپردازم و میبینیم که ایشان خودش در آثارش چگونه خودش را معرفی کرده و همینطور نور علی الهی. آیا اینها متعلق هستند به حوزه اسلام، به دنیای اسلام، یا اینکه باورهای مسلکی و مذهبی دیگری داشتند که میتوان آن را به ما ربط داد؟ اینها را میتوان به سادات و خاندانهایشان ربط داد، ولی بحث من و جستجوی من چه بود؟ این است که این توصیف از هویت به ما ربطی نداره. خب حالا این رفته که به خاطر اینکه برنامه زیاد طولانی نشه من سریعا از روی این چیز رد میشم که برسیم به بخش رفرنسا. برخی مؤلفان یارسانی نیز از مرارت ها و رنج هایی که از ناحیه مالکین یا وارثین دستنوشت ها متحمل گردن سرآغاز گفتارشان نالیدند. خود در اینها در سرآغاز گفتارشان از این سخن گفتند که نوشته ها دستکاری شدند،
اما دستکاری ها به چه منظور شده و این دستکاری شده چطور سند اصلاح تشخیص هویت ما شده، اینا را ما بررسی خواهیم کرد. خب این مهمه. این دفاتری که همونطور که بالا آمده در برخی مراکز الحق نشین کشور افراد سودجو و فاقد مسئولیت به لطایف الحیل مبادرت به سرقت و تغییر و تبدیل و رونویسی و کپی برداری و انتشار آنها نموده به بهای گزاف دفاتری جعلی از کلام‌های مغلوط و فاقد اصالت و سند را به نام نسخه‌های خطی برساخته و به جویندگان و محققان عرضه می‌کنند. خب این یک واقعیت هست، منتها چیزی که این نویسندگان نمی‌دانند، اینها تنها به خاطر به اصطلاح بازار، به خاطر سود جویی و سودخواهی نبوده، بلکه این دستکاری ها و تغییر و تبدیل ها به خاطر این بوده که بخش متصوفی اسلام که به خاندان های الحق شناخته می شوند در این آثار دارای هویتی تاریخی شوند که ما قدم به قدم و جمله به جمله و مفهوم به مفهوم آن را باز و واکاوی خواهیم کرد. واکاوی اسناد این نویسندگان مهم است. پیشینه تحقیق حالا اینشان: مقدم بر پژوهشگران داخلی مینورسکی ایوانوف روسی نخستین بار گزارش‌هایی از آثار خطی الحق به چاپ رسانیدند و این است که ما به این خواهیم رسید که این آثار مینورسکی و ایوانوف اشعاری از دیوان شخصی به نام خان الماس برادر خان آتشی که بانی فرقه یا خاندان آتش بیگ شناخته می شود می باشد و این آثار خطی از اشعار ایشان است و هیچ ربطی به آثار اصلی دانایان گوران ندارد. خب این ترجمه نامه سرانجام صدیق صفیزاده بورکی، ایشان بزرگترین یا اینکه معتبرترین منبع پژوهشگران بوده، سرچشمه دانایی و دانششان بوده و خود ایشان ما نگاه خواهیم کرد به آثارش که چیزی از آثار با این که به دفاتر به کلام ها دسترسی داشته ولی چیزی از آنها نفهمیده و این است که همون دنیای اسلام را به سروده ها یا به مفاهیمی در سروده ها در چیز کرده، فرافکنی کرده و بنیان هویت ما ساخت و منبع ایشان هم به نوبی خودش آثار حاج نعمت الله مکری و فرزندش نور علی الهی است که ما به همه اینها میرسیم. شخص دیگری که در گذاشتن اولین خشت دیوار کجی که هویت ما شده همین دکتر محمد مکری است که چیز کرده، مقدمه چاپ شاهنامه حقیقت حاج نعمت الله را نوشته و چی کرده و این هم سهم خودش در تحریف
هویت ما داشته است و این 1356 که ایوانوف مجموعه‌ای به پاریس بردن و همونطور که خدمت عرض کردم این مجموعه از اشعار خان‌الماس هستش که هیچ خودش اشعارش، من در ویدیوهایی به زبان کردی این را بررسی کردم که بخشی متصوف است و دنیایش دنیای متصوفه است. ما به این باز میگردیم. کتاب ها و منابع. خب کتاب ها کلام همون میگه، کلام خزانی یا سرانجام. خب این چیه؟ اینها این تقسیم بندی را کی کرده؟ جناب دکتر صدیق بورکیی، صفیزاده بورکیی، و این قابل اعتمادترین هم در میان پژوهشگران معروف شده. سرودهای کتاب دیگر، منبع دیگری که اینا یافتن، سرودهای دینی سرانجام که چیز ماشاءالله سوری چاپش کرده سال 1339 به عنوان پایان نامه دوره لیسانس و ایشان 1344 این را در تهران انتشارات امیرکبیر به چاپ رسانده و ایشان هم من ندیدم، خود چیز اثر ندارم، ولی خب خود کتاب، ولی خب بعضی از اشعارش که اینجا اونجا آورده شده این هم بخشی از اشعار خان‌الماس به چاپ رسانده. این که کتاب ها، ببینید این اصلا یک اشتباه به اصطلاح یک خامی پژوهشی متد پژوهشگران است. کتاب سرودهای دینی یارسان با وجود حجم کوچک از منابع موثق و کتب معتبر الحق و مشتمل بر 2 قسمت است. بخش اول آن شامل کلام ها و اشعاری است که به وسیله پیشوایان این فرقه از جمله سلطان سال و عالی قلندر و غیره به زبان کردی سروده شده. بخش دوم وسیله خود مؤلف به زبان فارسی نوشته شده و این منظورش همون منظور همین آثر کتاب ماشاءالله سوری هستش که این عالی قلندر و سلطان سحاک در 2 تاریخ بسیار فاصله دار زیستند و عالی قلندر نوشته ای معتبری من از ایشان ندیدم. برای وقتی این 2 را به هم فاصله چند صده‌ای را نادیده میگیرن و به هم ربط میدن، بنابراین پژوهشگران مسلمان در پی یافتن حقایق یا فاکت‌های واقعی نیستند. آنها میخواهند چه بکنند؟ کلیتی را بررسی بکنند بدون اینکه وارد جزئیات شوند، چون اینها به چشم بخشی انحرافی و ارتدادی از دنیای اسلام، از شاخ و شعبه های اسلام دیده می شود. از همون اولین قدم اگر که تصمیم میگیرن که به این موضوع بپردازند، نتیجه را میدونن که این پژوهش به چه می انجامد، چون تعداد رفرنس ها معلوم است و این رفرنس ها به قدری در میان اینا تکرار شده که از حفظن که اینا مرتدن، اینا این بخشی از متصوف هستن، به باور و اعتقادات عجیب و غریبی دارن و غیره. مجموع رسائل و اشعار الحق تصحیح ولادیمیر ایوانوف روسی که همونطور که اشاره کردیم در 1935، اینها اشعار عمدتاً اشعار
خان الماس هستند که خودش از متصوفه هست و هیچ ربطی به تاریخ گوران و گورانی و آثار گورانیان، یاری های گورانیان نداره. ایوانوف شاهنامه حقیقت که از کتاب های معتبری هستش یا از منابع معتبری هستش که پژوهشگران مسلمان در اولین اقدام و در اولین گام بدان مراجعه میکنن، چون این به وضوح نشان میدهد که ربط این جمعیت به اسلام و به باور و اعتقادات اسلامی چه هست. و این است که همین منبع یا همین نویسنده این منبع، حاجی نعمت الله جوهون آبادی، مکری متخلص به مجرم و پسرش نورعلی الهی در واقع الحق صفوی را به اهلحق تبدیل کردن و به الحق معنا و مفهومی دادن که بعدها از طرف جمعیت‌های متصوفه که به الحق امروزی موسومند این هویت پذیرفته شد. همانطوری که نورعلی الهی خودش در آثار الحق اومده این هویت را پذیرفتن و آن را هویت خودشان کردن و امروزه از آن برخوردارند. خب بعد منبع دیگر همانطور که عرض کردم برهان الحق است. ما به اینها میپردازیم. آثار الحق 2 جلدی هستش که این را پسر نورعلی الهی بهرام الهی به چاپ رسانده، دکتر بهرام الهی، که ما به گفتارهایی از این استناد خواهیم کرد. مقدمه یا حاشیه نورعلی الهی بر شاهنامه و این مقدمه از دکتر این مقدمه یا حاشیه نورعلی الهی بر شاهنامه هستش و یک مقدمه هم از دکتر محمد مکری هست. دیوان گوره گرد آورنده و ویراستار سید محمد حسینی، چاپ 1382 و چه هستش به اینم میرسیم که چه اشعار جعلی در آن جای داده شده است و مخصوصا نیمه دوم این کتاب خورده سرانجام گرفته به قایت شریعت انحرافی و شریعت محور می باشد. این دوره بهلول از صدیق بورکی که این به کاملا تفسیرهایش کاملا نادرست هستند و ما به نمونهایی برخواهیم خورد. آیون اندرز و رمزیاری این از مجید القاسی و این همونطور که عرض کردم از آیین یاری استفاده کرده و ایشان کاملا با به اصطلاح دینش یا باورهایش زیر نام آیین یاری و الحق با اسلام در مقایسه قرار داده. راه حقیقت را همون صراط مستقیم دانسته و این تقریبا کپی از اسلام دانسته. و گنجینه یاری هم از سید کاظم نیکنژاد و این هم به اینم میرسیم، به همه اینا میرسیم و میبینیم که چه اینها خودشان را در واقع بخشی از جهان اسلام دانستند و همینجاست که پژوهشگر بهانه شده برای پژوهشگران فارس و فارسی زبان هم که چون این آثار به فارسی هستش که بتوانند بیشتر از اینها استفاده بکنن، راحتر از اینها استفاده بکنن و مبنای انحرافات بیشتر قرار داد. دفتر رموز یارستان و اینم که یکی از منابعی که از این واژه استفاده کرده سید قاسم افضلی هست که این برخلاف گفته دکتر فریدون یا حسین فریدونی
یارستان به اصطلاح یارسان مخفف یارستان نیست. یارستان مشتقی انحرافی از یارستان هست که به قول خصوصا این مانند کردستان، کردستان یا لرستان فارسیزه یا حالا نمیدونم تعریف شده هستش. به هر حال این واژه مشتق انحرافی از یارستان هست، از مفهوم یارستان. و ایشان سید قاسم افضلی به اصطلاح کلامخوانیش هست، سخنرانیش هست و نوشتهش هست که چیزی غیر از جهان اسلام به هویت خودش ربط نداده است. رساله یاری از سید خلیل عالی‌نژاد. سید خلیل عالی‌نژاد شناخته ترین صوفی به اصطلاح مکتب علی هستش، نوارهایش هستش، سخنرانی‌هایش موجودند، نظراتش موجودند، به ویژه نظراتش در رابطه با زنان همان دیدگاه اسلامی هستش و این هم از یاری و یارستان استفاده کرد. تاریخ و فلسفه سرانجام طیب طاهری که من مقالاتی از اینها خوندم، کتاب در اختیار من نیست، ولی که کتاب به اصطلاح سرانجامش هست، مجموعه کلامات که این کتابی به اصطلاح لنگه همون کتاب دیوانه گوری سید محمد حسینی که در بالا دیدیم، اینم چیز به چاپ رسانده زیر نام سرانجام، کلام های سرانجام. خب این کلام ها هم به این میرسیم که اکثرا اشعاری جعلی هستش و هیچ مبنای واقعی، مبنای دیدگاهی، مبنای فلسفی که اینها را، این اشعار را به کلام های اصیل و واقعی ربط در این اشعار دیده نمیشه. خب این هم که سال 92 چاپ شده و همه این آثاری که دارن از یارستان غیر از سید قاسم افضلی و مجید القاسی و چند منبع دیگه بقیه از بعد از دورانی که ما فعالیت های من را زیر نام یارستان آغاز کردیم چاپ شدن و متأثرن از جنبشی که زیر نام یارستان به راه افتاد در حدود 20 سال پیش. خب این 52 کلمه شیخ امیر به لهجه گورانی، این اشعار من ندیدم، ولی خب شیخ امیر 52 کلمه نداره. این حالا اگر از ایشان باشد مطمئنا فهمیده نشده و ما به سروده های از ایشان، به بندهای از کلام های ایشان به زبان دفتری خواهیم رسید و من آنها را به زبان فارسی تشریح خواهم کرد که چه دنیایی، چه فلسفه‌ای در گفتار این بزرگوار نهفته است و هیچ ربطی هم به دنیای ایدئالیستی ندارد. خب اینا کتاب به اصطلاح منابع دیگر هستش که من با آنها آشنا نیستم، ولی خب این را احتمال میدم که اونها هم چیز باشن، اگر تازه باشن منبعشان و رفرنسشان همون آثار نورعلی الهی و پدرش حاج نعمت الله مکری هستش، یا همین دکتر نوشته های دکتر محمد مکری و بخشن دکتر مهداد ایزدی، آنهایی که مقاله یارستانیسم ایشون را بنویسیده باشند و کسان دیگر. سرسپردگان و قیام این بزرگوار محمد علی، حالا این محمد علی خواجه ولی محمد علی سلطانی، این بزرگوار هم در طول 40 سال جمهوری اسلامی تمام تلاشش کرده که این ما را زیر نام الحق و علی الهی و چیز بکنه، عنوانگذاری تازه بکنه، علویان زاگرس و این را به زیر چتر اسلام بکشانه. ایشان لوهای تقدیر از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر این کارش دریافت فرمودند. دوره هفتمانه است که بورکی
صدیق بورکی، صدیق صفیزاده بورکی، نامآوران یا صدیق صفیزاده بورکی، دکتر سید خان کردستانی، همونطور که هستن همزمان با میونورسکی و اینها چه هستند؟ همون اشعار خان الماس را در دسترس داشتن. محمد علی سلطانی، خاکسار رو از این چیز ندارم، در اختیار ندارم، ولی اطمینان دارم از همون صنف بقیه هستش. این را نور علی الهی ببین، محمد علی سلطانی، نوشته‌های پراکنده این بورکی هستش. اسطوره الحق این از ایرج بهرامی هستش و این را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. و این بزرگوار خودش بومی بوده، رفته چیز دنبال میونورسکی و ایوانوف و پژوهشگران خارجی و بستا سیاهان که بدون که بفهمه در مورد هویت خودش چه گفت. همینطور سید قاسم منزلی، همینطور بقیه که در پیشینیان خودشان چیزی ننوشتن و چون اینها چیزی نداشتن آثار واقعی گورانیان را هم چیز کردن، از بین بردن، دستکاری کردن، جهل کردن که بتونن چه کنن، جای خودشان را در این آثار باز کنند و هویت خودشان را به این به هویت گوران چیز کنند، رفت بدن، یا اینکه خودشان در این هویت سهیم بدن. خب این ایلخچیه غلام حسین سعدی به کتاب بسیار به خوبی به اعتقادات اون چیز جمعیتی که در اون ده صوفی نشین به قول خودش در آذربایجان به جزئیات پرداخته و اشعار ترکی که ایشان هم زیر نام الحق از اینا یاد میکند که این الحق باورهای ترکیشان که اشعارش در ستایش و تجلیل از علی هست و این هم همان طور است که حاج نعمت الله، جیهون آبادی، خان الماس و سایرین چیز در تجلیل و در شکومندی علی در مقام علی سرودند و گفتند و خواندند و ایلخچی. بنابراین این باورهای نظام باوری یا مجموع سنت‌های باوری که غلام حسین در ایلخچی آورده هیچ تشابهی به باورها و نظام باوری تصوفی کرد که امروزه زیر نام الحق شناخته میشوند تشابه زیادی ندارد، غیر از آن بخش که به علی مربوط میشه. کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او رشید یاسمی چیز آوردن که این بزرگوار هم چیز زیادی ندارد و این خودش با این که شخص علمی برجسته هستش در بسیار آثار کلامی دانایان گوران تحقیقی ندارد، پژوهشی ندارد و من اثری از ایشان ندیدم. این تاریخ کرد و کردستان محمد امین زکی بیک چیزی ندارد و غیر از مجموعی جملات توهین‌آمیز. تاریخ کرد و کردستان صفیزاده بورکی هم هستش، شرفنامه تاریخ، اینها همه اطلاعات بسیار بسیار مغرضانه و نادرستی دارد و حداقل در رابطه با ما که ما بعداً به آن میرسیم که ما منظور چیست. اسرار یاری و آیین یاری همونطور از کاظم نیک‌نژاد. اینها منابعی هستند که خودشان چیزی نفهمیدن و این فیلیپ کرینبروک این مقاله خوندن، یعنی هم به متصوفه پرداخته و همون منابع مینورسکی و ایوانوف و نمیدونم نور علی الهی و همون منابع را مورد مطالعه قرار داده و مجموعی تماس‌های داشته که هیچ ربطی به هویت ما نداره. نگاهی به تاریخ فلسفه احنف یا یارسان، گلمراد مرادی، اینم بارها با این بزرگوار بحث داشتیم بر سر این مورد. این تنها عنوان و محتوا به چیز همون منابعی هستش که
دیگران استفاده کردن. نورعلی الهی، حاج نعمت الله مکری، زرینکوب و سایری که استفاده شده و چیز تازه‌ای با اینکه به دفاتر به نسخه از دستنویسی از خلیفه یارمراد دسترسی داشته و بعدها من این را به مورد استفاده قرار دادم. هیچ بسیار چیز مهمی تازه‌ای از غیر از اون آنچه که دیگران گفتن از آن استخراج و استنتاج نکرد. اینم دارم، این ایوب رستم، اینم تنها جمله نویسیه و چیزی به اصطلاح مستند نداره. به همه اینها میرسیم که اینها مبنای به اصطلاح فهم دیگران از هویت ما شدن و اینها خودشان چیزی از هویت ما، از تاریخ ما نفهمیدن. زبده تاریخ کرد و کردستان محمد امین زکی بیگ اینم در دست هستش، بسیار بسیار توهین‌آمیز به موضوع پرداخته. اگر باشه همین حالا یه نگاهی بیاندازیم به این جملاتش. خب قوم کرد این اسلام را نپذیرفتند تا مدت ها و بعداً به اصطلاح که به طبیعت و فطرت سازگاریش با طبیعت و فطرت انسانی پی بردن آن را قبول کردن چه بعد حتی بعضی از فرقه های افراطی الحق یا علی‌الله بین آنها وجود دارند. منظورش من مردمی قوم کرد، بخشی از قوم کرد هستش که در این مناطق یزیدی این نوشته که در مسکو روسیه و پیروانی داره، بخشی از الحق قلم داد کرده. عقیده علی‌الله اهالی کردستان شرقی از غرب هرات هستند. قبل از ظهور اسلام بعضی عقاید عجیب و غریب داشتند و پس از تشرف به دین اسلام باز هم از آن عقاید قبلی دست نکشیدند و با کم و بیش تغییری در آن به همان اعتقاد باقی بودند. بعد اینم چیز مسئله تناسخ و اعتقاد به خدایی علی که در اینجا آورده. اینها در اینجا نگاه کنید، این جهال و بی عقلا بر آن عقید هستند که حضرت پیغمبر یعنی منظور محمد هم از طرف حضرت علی مأمور گردیده. از این طایفه احمد نام نادانی چنین اظهار نظر کرده که این قرآنی که در دسترس می باشد به آن اعتمادی نیست، زیرا این آن قرآنی نیست که حضرت علی برای پیغمبر فرستاده. آن قرآن قبلا سوخته شده و این قرآن حالیه وسیله حضرت ابوبکر و عمر و عثمان جمع‌آوری کرد. و این نظرات مهم این بزرگوارا در مورد اصطلاح الحق و ایزدی. حالا این مجموعه کلام هم دارم، اینها با به اصطلاح منبع اصلی کتاب سرانجام سید محمد حسینی و دیوان گوری سید محمد حسینی و سرانجام طیب طاهری بوده است از سامالدین تبریزیان که این هم در اختیار است و به بخشای از این مرتبط از این هم میپردازیم. این منابع همونطور که عرض کردم محمد علی سلطانی، نورعلی الهی، نعمت الله جیهون آبادی و این حضرت هم بخشن چیز شده، استفاده شده و این هم همونطور که اشاره نگاهی انداختیم چیز مهمی ندارد غیر از چیز همون اشعار حاج نعمت الله صفیزاده بورقی طیب داره. همین چند انگشت شمار منبع به مبنای هویت ما شدن. حالا نگاهی سریع به اون چیز بیاندازیم، به این مطالعه مردم شناسانه بیاندازیم که همونطور عرض کردم اینها این در فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی سال 13 شماره 50 تابستان 94 چیز چاپ شده.
این در همامیخته است که اینم اشاره کردیم که اینا نورعلی الهی چیزشونه منبعشونه که خود را پیرو آیین مزبور الحق را مسلمان و وابسته به مذهب شیعه 12 امامی میدانند. خب همین کارم مجید القاسی، سید قاسم افضلی و سایرین کردند، سید خلیل عالی نژاد و سایرین و این هم چیز منبع نویسندگان مسلمان، پژوهشگران مسلمان و فارسی زبان بود. خب اینا محققان خارجی و غیر خارجی و مسلمان و غیر مسلمان الحق و علی الله را یکی میدانند. خب و اینا هم چیز پایه باوریشان الوهیت علی است. خب این بزرگواران که به قول خودشان قرار بوده که یه چیز تازه همینجا نوشته شد، بدین روی هدف از نگارش این مقاله شناخت آیین الحق و کوشش برای کاهش ابهامات در زمینه تاریخ شکلگیری عقاید و مردم شناسی پیروان آن و به طور کلی گشودن پرده از اسرار ناگفته این آیین است. و این بزرگواران وقتی پایین تر که میریم در واقع اگر یک کلمه می نوشتن که برید آثار بورکه‌ای را رونویسی بکنید، بهتر بود که این لاف می زدن به اصطلاح با این و اصطلاح چکیده پیش می رفتن. به طور کلی اسرار و نوشته حاضر که تنها پیش زمینه برای مطالعات و پژوهش‌های بعدی در زمینه شناخت الحق به ویژه ساکنان استان کرمانشاه به شمار می‌آید، ضمن تلاش برای یافتن پاسخ به سوالات مزبور می‌کوشد تا بدور از تعصب و پیش داوری با نگرشی توصیفی تحلیلی و نیز از طریق مصاحبه با گروهی از پیروان الحق راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه هموار سازد. پرسش هم این است: به راستی الحق چه کسانی هستند؟ ظهور و شکلگیری آنان مربوط به چه دورانی است؟ چه باورها و اعتقاداتی دارند؟ بانیان و پیشوایان آنان کدامند؟ در کدام مناطق بیشتر ساکنند؟ مقدسات و متبرکات آنان چیست؟ آیا به راستی قایل به مقام الوهیت و خدایی برای حضرت علی هستند؟ آیا میتوان آنان را بخشی از جامعه شیعی دانست؟ آیا اطلاق الفاظی همچون صوفی، زاهد و عارف بر آنان صحیح است؟ اینها سوالاتی است که هنگام تفکر درباره آیین ذهن با آن درگیر میشود. و این آقایان با این ادعای خود که میروند و این چیز جواب این سوالا را پیدا بکنند و چنین نیست بدون تعصب و فلان و بیمان و اینها. خب سلطان اسحاق به لزوم رازداری مخفی ساختن اسرار حقیقت در میان پیرانش معتقد این هیچ چیزی ندارد و این سرمگو ریشه در اشعار حاج نعمت دارد که بدان میرسید. خب این سروده یک یک برداشت بسیار بسیار خام و بی ارتباط از آن برداشت کرده. راز نکنان فاش، راز نکنان فاش، هانا ای یاران راز نکنان فاش، ای واچو رمز واچن پری تاش، نکاستن انجام پخته بن نتاش. این یک جعل است که این بزرگوار آمده سند کرده و با یک برداشت کاملا بی ارتباط که این چیز خود جعل این دو بیت صفیزاده بورکی. خب زمان و مکان پیدایش که این که به اصطلاح ازل یا عهد الفت و اینها همون چیز ادبیات و باورهای اسلامی هستش که آقای بورکی و امثال ایشان به اصطلاح از طریق الحق بار هویتی ما هم کرده.
خب این اسرار پیغمبران و مرسلان فلان و بیمان، همین اسرار سری و چیز اصلا چنین چیزی نبوده، هیچ سری در کار نبوده و بزرگان ما در هر دور از یاری با مسلمانان، با دانایان مسلمان تماس برقرار کردن که بتوانند بیان در یاری مشارکت کنند برای تشکیل دیوان مدیریت جامعه کردان یا جمع جهاننمای جامعه کرد. خب این چیز اینها همه صفیزاده بورکی که این در مورد بهلول که از خانواده چیز نزد امام صادق تحصیل کرد و آدم حسابی در میان کردان نبوده، باید میرفته اونجا تحصیل میکرد. بعد این هارون الرشید و در اینجا وابسته این که بعد از بالول که اومده اینم چیز مظهر الله اینها ادبیات بورکی و به ادبیات اسلام هستند، ادبیات اسلامی هستند که هیچ ربطی به ادبیات دفادریاری ندارند. قرن چهارم مبارک شاه آمده، اون که فریدونی اشاره کرد و اینم این داستان را آورده و فریدونی از اینها چیز کرده، گرفته اون روایت را از این گونه اسناد، این گونه منابع گرفته است. بابا ناؤوس بعد صفیزاده بورکی که دیوانه بوده، بالول را دیوانه قلمداد کردن، اینها قلمداد کردن و این دیوانه قلمداد کردن ها در تقریبا در نوشته به اسم یا منتسب به کابشر بزهوی اومده که بعضی از اشخاص کلیدی بعضی از بزرگان دیوانه قلمداد کردن، همه را هیچ و پوچ کردن، هیچ کاری نکردن تا برسن به ساق و سحاق را شخصی بانی دینی به اصطلاح به نام های مختلف که سنجام اهل حق میشه قلمداد بکنن و این دین هم به سادات به ارث میرسه. و سادات هم یک جا خودشان را مخلوق از نور و بلور از ایشان میدونن، یک جا فرزند ایشان میدونن و جعلیات فراوان در این رابطه فراوان هستش که به آنها میرسه. همین که ایشان مقنن و موجد آیین هست، که هیچ چیزی بدور از واقعیت هستش که به آن میپردازیم مستندن. اینها سلطان ساغنگ تنها گروندگان زیادی در میان ایلاد و فلان داشت، این که جیهون آبادی منبع اینه، بنای خاندان های حقیقت و سرسپردن و فلان این که طبیبی که منبع چی هست طبیعی، بعد که میرسه به صفیزاده بورکی و این هاست. این بزرگوار اگر میگفت که برید صفیزاده بورکی آثار صفیزاده بورکی را نویسی بکنید، بهتر بود که بیان چیز بکنن، این گونه پرسش‌های مطرح بکنن و بگوین که ما میخوایم رهگشا بشیم. اصول اعتقادات الحق این در فریضه های دینی الحق اجرای 4 اصل بر هر پیرو آیین الحق واجب و ضروری است و این اصلا کدام هاشان رعایت میکنن؟ اینها فلسفه هستند، به این هم میرسیم. اینها رمزواره های فلسفی اتحاد انسان های سرسلطان برای یاری کردن با هم در جمع ها هستند، در جامعه هستند و این برداشت آقای بورکی از این دو خشت یا از این دو بیت که به زبان دفتری ما میگیم خشت، برای البته کلام های واقعی نه جعلیات همون بیت و مصرع باید براشن به کار گرفته شد و این به اینها از جاهای مختلف نیم خشت آورده و این مبو بارویت سوکی جدنیا این جعلیه برای اولین بار در این سند میبینن و این در چند سرودی دیگه به کار رفته
که این همراهش نیست که ما به اینها میرسیم. این ارکان دین، 4 ارکان دین چه هستش؟ تو ارکان دین در چه رابطه این معنا پیدا میکنه تو شما؟ این ارکان، اجرای این ارکان، پابندی به این ارکان چه پاداشتی داره و اصطلاح تخلف از اجرای اینها چه مجازاتی؟ این را باید در چارچوب دین بررسی کرد. همینطور که نیست که شما این ارکانی یاری هستش و یاری دین نیستش و این کجفهمی یا بدفهمی یا نفهمی این بزرگواران پژوهشگر هستش. صفیزاده بورک و اینها هم این منتسب است به دوره به خوشین، به شاه خوشین، که این یک معنای دیگر و این فلسفه هستش و این فلسفه چیز خود سازماندهی و تلاش برای تشکیل مدیریت شورایی واحد هستش و این برداشت این بزرگوار بسیار بسیار کاملا نادرست هستش. صفیزاده بورکی و اینها منشه که این طبیبی چیزی ازش نخواندم ولی مطمئنا از صنف همین بورکی و بقیه هستش. الحق کیست و این چیز نورعلی الهی این را تعریف کرده، کسی است که مراحل شریعت و طریقت و معرفت طی بکند و به حقیقت که هیچ سندی در این رابطه در دفاتر یاری وجود ندارد و این خود نورعلی الهی تلاش کرده است که به این معنا ببخشد، این چگونگی گذر از این مراحل را چیز کند، توصیف بکند که در نوشته هایش موجود هستش و مکتب مشخصی برای خودش دارد و هیچ وقتی هم ما ندارد و ما این مراحل و این اشخاص و این ادوار و این مذهب را به رسمیت نمیشناسیم و به خود مرتبط نمیدانیم و کلا جهان ایدئالیستی را رد میکنیم و بعدا با استناد به فیلسوفان خودمان اینها را چیز میکنیم، اینها را مورد بررسی و آنالیز قرار میدیم. نورعلی الهی باز هم این مراحل عرفانی را که درست چیزه و گفته که شیعه 12 امامی هم درسته و اینها گفتن، مثلا اینها خودشان بخشی از اسلام است، مسلمان است. خاندان های حقیقت هیچ چیزی ندارد. این عنوانگذاری مزخرف هستش و هیچ مبنایی ندارد و در هیچ دوره ای نه عنوان سیدی نه به اصطلاح خاندان تعلقیت به خاندانی مبنای کسب امتیازی نبوده یا به جای کسی را به جایی ننشاندن به خاطر اینکه سید باشه یا به خاندانی تعلق داشته باشه و این خاندان ها زائده ذهن امثال حاج نعمت راجحون با آبادی و به دنبال آن سایری هستش. البته سال 1855 عذر میخوام تا 1858 که گوبینو از منطقه چیز دیدار کرده، سفر داشته به این منطقه و در کتاب 3 سال در آسیا آورده، از فرقه نام میبرد، نخوانده، از فرقه های داودی و یادگاری و سلطانی و ابراهیمی اینا یاد میکند که هیچ تعریفی برای آنها قائل نیست، که بعدا اینها این داودی و اینا چیزهایی بوده که اسامی و عناوینی بوده که در رابطه‌های دیگه شنیده و ایشان درست به کار نبردن و این اسم خاندان و چیزها بورکی پیشوایان آیین الحق و این بازم هفتن و اینها هیچ مبنایی ندارد. این قول تاسو نمیدونم خلیفه و خادم و 7 خلیفه و 7 خادم و 7 صفا چی اینها خیلی از این جمع ها اصلا مبنایی ندارن. هفتن بوده، هفتوان اینها زیر مجموعی یک واحد و مثلا یک چه بگم
واحدی مشتمل بر 7 بخش که هر بخشش بعد 2 سید، یکی در مقام به اصطلاح مسئول اصلی و دیگری دستیارش، اینا اداره می شدن و این 7 توان که خانواده سعادت است یا همین خاندان نام گرفته، در اون دوران زیر مجموعه تشکل زیر مجموعی از دم و دستگاه یاری آن زمان بود. ولی این چلتنان با استناد به سروده های معتبر یا به کلام های معتبر این مجلس قانونگذاری هستش که ما به اینا میپردازیم و این 99 پیر سندی از اینها باقی نذاشتن این حضرات و ما نمیدانیم اینها چه نقشی داشتند. آیا همین 99 پیر شاهو بعداً به 72 تقلیل می‌یابند یا چه هستش نمیدونیم. ولی خب این بقیه خلیفه و اینا که در بالا اشاره شد همه ساختگی این حضرات هستند. و صفیزاده منبع این بخشم هستش. عالم الست و اینا همه گفتارهای صفیزاده بورکه‌ای هستش و این بزرگواران اگر همونطور که عرض کردم میگفتند که برید آثار صفیزاده بورکه‌ای را بخوانید، خیلی خوبتر بود تا اینکه بیان این خودشان زحمت بکشن همون چیز را رونویسی بکنن، همون عقاید و باورها و اصطلاح جملات را رونویسی کنن و اسمش بذارن پژوهش مردم شناسان. خب این چیزش این دیگه بسیار بسیار خرافی هستش و این من اولین باره که در این نوشته میبینم. مقام اول و مقام دوم که از اینها این به اصطلاح به عنوان دوره ها چیز میکنن، استفاده میکنن دیدم، ولی خب در این به اصطلاح جدول بندی ندیدم. و این هفتان و 7 خلیفه و نمیدونم 7 خالتاس و این که همه را اسامی 28 و اینها جلیات، یعنی که این بزرگوارتون از ذهن این بزرگوار چیز کرد، تراوش پیدا کرد. به باور علاق هر یک عالم الست که این عالم الست و این 7 عالم اسلامی به هیچ چیزی نداره، هیچ سندیتی نزد ما نداره و بعداً به اینها میپردازیم. اندیشه مظهریت یا تجلی الهی در آیین الحق، بعد اینا همون مسئله چیزه که این اصلا این تجسم انسانی، دورانیت رو دورانیت ذات و این چیزا هیچ مبنایی ندارند و اینها بدفهمی، کجفهمی و نفهمی است. نتیجه بسرا این هاست. بعد خداوند در ازل فلان فلان اینها این کجفهمی در بر مبنای یک عنصری که پدید آورنده رویاننده 4 عنصر دیگه هستش، خاک و باد و آب و هوا، و اونها هم با هم ترکیب میشن و تحول پیدا میکنن و دنیا چیز پیدا جهان موجود است و جهان هستی پیدایش مییابد. مردانی اینا مکری هم دکتر محمد مکری که اینا چیز میکنن که منبع هستش این جدول در یارسانیسم، در مقاله یارسانیسم که به زبان انگلیسی هستش به قلم دکتر مرداد ایزدی اومده که این مبنای وقتی میگیم که اشعار خان الماس مبنا چیز به سند مینورسکی و سندی بوده که ماشاءالله سوری و بقیه ازش استفاده کردن، اینه که این به چیز میرسه، به خان آتش میرسد که این ترتیب را دیگران قبول ندارن، بقیه این ترتیب را قبول ندارن و این ترتیب خیلی زود توسط به اصطلاح جمعیت که حالا کیا این اولین بار این جدول را به این صورت به اصطلاح در آوردن یا این برداشت را به این صورت جدول بندی کردن به این ترتیب دقیقا نمیدونم، ولی میدونم این محمد مکری از این جدول استفاده کرده، دکتر مرداد ایزدی استفاده کرده و در یکی دو نوشته دیگه هم این جدول استفاده کردن که هیچ درست نیست. این جدول به اصطلاح
نظرات بقیه و ترتیبی که بقیه به اصطلاح 8 دور و نمیدونم 7 دور و هر کدامشان به بانی خاندان خودشان ختم میکنن، هیچ سندیتی در نزد ما نداره و به اینا هم میپردازیم. این مظهریت رو به اصطلاح شاه مهمانی و نمیدونم ذات مهمانی، اینا ادبیاتی که نورعلی الهی به اینا معنی کرده و هیچ به اینا هم میپردازیم که اینا سندیت نداره در آثار اصیل و اصلی و این دون بدون اینا همه کجفهمی و برداشت به اصطلاح نادرسته و جامع به جامع یا شون به شون یا دون بدون یا اینا ادبیاتی هستش که هرچند تعریف شده متعدد در معنای اصلیش جابجایی توانمندان یارانی هست که در جاهایی که توانمندیشان کاراییشان خیرمندتر است و میتونه بهتر مثمر ثمر واقع بشه، اون با هم تعویض بکنن، جاهاشان را عوض بکنن و این دونادونی دانایی و توانمندی هستش، نه ایدئالیستی و حلول به اصطلاح ظهور ذات و روح و این چیزا. واژه تناسخ همین القاسی هم منبع آورده و اینا همون منابعی هستن که نورعلی الهی جمخانه صفی زاده بورکی و اینها منابعی هستند که پژوهشگران رهگشای به اصطلاح دانشگاه‌های جمهوری اسلامی از آنها استفاده کردند. خب این منابعی از نگاه ما، از نظرگاه ما اسلامی هستند و اینها خودشان صاحبان این آثار، نویسندگان این آثار خودشان چیزی از سروده‌های از کلام‌های اصلی و اصیل نفهمیدن و ما این را در طول میگذار گذشته ثابت کرد. این ربط به آیین زرتشتی و کمر بستن و تعداد و اصلاح اون نخهایی که کمربند را به وجود میاره، همه اینا چیز همونطور که گفتیم سوش و سرنخ شده برای ربط این مردم به اینجا و به این مکتب و آن آیین و آن مذهب. صفیزاده بورکی سرسپردگی چیست، آداب روزو و سرانجام همون صفیزاده بورکی، قار مرنو، همه صفیزاده بورکی. اینها همونطور که عرض کردم این خواجالدین و بقیه هم مطمئنا صفیزاده بورکی و سایرین منبعشان هست. مقدسات الحق چه هست؟ بورکی اینها همه چه بورکی پردیور چه صفیزاده بورکی و اینها هم همونطور که عرض کردم این نویسندگان مطمئنا منبع اصلیشان همونایی که ذکر کردیم. بعد اینا هم چیز صفیزاده بورکی مثلا این دورنگ من مطالعاتشان ندیدم ولی خب اینا هم سن خواستن صفیزاده بورکی. در حال اینا مطمئنا همین چیزا نوشته هایی یا این نظرات یا برداشت هایی که کسانی مانند دورینگ و فضایی و نمیدونم بقیه هم در این صفیزاده بورکی و الهی پیدا میشد، مثلا اینا فقط برای تنوع به اصطلاح رفرنس اینا را آوردن، در حقیقت میتونستن صفیزاده بورکی را نویسی بکنن آثارشان رو و همین مقاله را به دست بیارد. سفید شارپ هم چیزه، جنگ جمل و اینا کار صفیزاده بورکی و از در منابع نورعلی الهی هم موجود هستش. نورعلی الهی فکر کنم این بالا هم همین از چیز باشه سوری آوردن، خب سوری قلیان و این چیزا، این شریعت که ممنوع باشه. بعد این نورعلی الهی گفته که جنگ جمل و بعد هیچ چیز هم آورده، صفیزاده بورکی هم آورده. اینها چیز ادبیات اسلامی اونها هست. جای موسیقی و عرفان و اینها چیز کردن آوردن همین بزرگواران
ما را از طریق شاعران به اصطلاح عرفانی ایران و امامان بزرگان، امامان معصوم شیعه و بزرگان به اصطلاح عارفان آنها ما را به اسلام و به ایرانیت پیوند زدند و خلاصه پاره تن ملت ایران کردند. اینا مقبره هاشون چه هستش چه نیستش و این نتیجه گیری نمیتوان در باب شناخت این مکتب و معتقدانش حکم قطعی داد. با این حال اینش مهم، مشترکات فرعونی که با دین اسلام به ویژه مذهب شیعه دارد، پیروان آن را مستحق اطلاق لفظ شیعه هرچند تحت عنوان قالیان شیعه می‌سازد. پس بنابراین اینا به این نتیجه میرسند که اینها بخشی از شیعه هستند. با این همه تمام اینا را در جهت رسیدن به ذات مقدس حق لازم میدانند. این موسیقی و رقص و سماع و سرسپردگی این چیزا این درست میگه و اینها برداشتایی است که اون منابع به اصطلاح افراد خودی به دست دادند و اینها و حرفای اونا منبع اینها شد. این هم منابع هستش. بهرام رایی که میشه آثار الحق دو جلد، نورعلی الهی خودش قرآن الحق میشه، بهرام ایرج بر سوره الحق که جهونا و دین نعمت الله حق الحقایق شاهنامه حقیقت. و این خدابنده من یک چند مقاله از ایشان خوندم بسیار تحقیق خنده‌دار کرده که رفته یک کناری روستایی دور افتاده است. کسی پرسیده شما علی را میپرستید؟ جواب گفته بله. شما علی را خدا میدانید؟ جواب شنیده بله. و این حالا نمیدونم از چند نفر دیگه این را پرسیده. این شده تحقیق میدانی این موضوع. زرینکوب ارزش میراث صوفیه که دیدیم من خوندم و این چیزی ندارد و ایشان هم در به اصطلاح الحق را و علی الهی را بخشی از متصوف دانسته، هرچند با لفظ علی الهی موافق نبوده، با بکارگیری لفظ علی الهی برای این مردم موافق نبود. صفیزاده بورکه‌ای که اینا همه چیز آثار صفیزاده هستند. القاسم مجید آیینیاری، اندرزیاری، رمزیاری و اینها هم ایشان هم این مردم را یا باورهای خودشان را الحق را بخشی از اسلام داد. دکتر محمد مکری و ایشان همونطور که گفتیم خودش چیز نوشته، مقدمه شاهنامه در وقت چاپ نوشته و خودش از منابع پژوهشگران بعدی بوده. خب عزیزان، این بود بخشی از اون مقالات و اگر بخواهیم به در واقع وقت خیلی زیاد شد، اگر بخواهیم یه نگاهی به چند سایت هم به مقالاتی که در چند در پایگاه جامعه فروغ و ادیان هم بیاندازیم، همین چیزها به دست میخورد. این فرهمنش صحبت که چیزی ازشان نخوندم ولی مطمئن هستم که همون منابع را استفاده کرده. منابع این الحق چیز ولادیمیر مینورسکی و زرینکوب ارزش میراث صوفیه که این الحق از نگاه دکتر زرینکوب بود و این هم واضح قوانین الحق شارع مقدس یا پیران حقیقت و این هم چیز مقاله های کوتاهی که در اینجا همین من به خدا بنده عبدالله بعد الهی نورعلی و اینم من چیزیشون خوندم و اینا منابع شیعه هستن و در رابطه‌های دیگه استفاده کردن و اینم مهمه که سید قاسم افضلی که منبع این چیز هست، این مورد، این مقاله. بعد این هم عقاید الحق مبتنی بر افسانه و این منبع چی هستش؟ منبع صفیزاده بورکی
و فکر کنم چیزم باشه، سید قاسم در جای هم باشه. عقاید بزرگان و پراکندگی الحق این مقاله دیگر هستش و این هم پیروان مشاهیر صدیق بورکی، صدیق صفیزاده بورکی، صدیق همان و این منابع اسلامی هست. این هم چه هستش؟ بررسی تبعیت از مرشدان الحق و مقاله دیگری هستش که منبعش چه هستش؟ من القاسی مجید، بعد چه هستش؟ نورعلی الهی، آثار الحق و برهان الحق و همین منابع انگوش شمار منابع تکراری. و این هم مقاله دیگری هست، ریشه الحق در بیان نورعلی خودش و منبعش همون نورعلی. رد نظریه استقلال آیین الحق که این استقلالشان را رد میکنند به اصطلاح در این مقاله و چه هستش؟ منبع بهرام الهی، آثار الحق از نورعلی، گفتارهایی از نورعلی الهی، بعد چه نیک نژاد کاظم، گنجینه یاری، نورعلی الهی، برهان الحق و همان و اینجا منابع اسلامی هست. بعد این هم چه هستش؟ برخی استفاده الحق و صوفیه که منبع چیز هستش؟ الهی، بهرام، آثار الحق و همون خدا بنده. بعد این هم برخی از شباهت های الحق و یزیدیان که صفیزاده بورکی، نیک نژاد کاظم، بعد دایره المعارف تشیع که احتمالاً همون مقالات سید قاسم الزلی باشد. القاسی مجید همینجاست، شاه ابراهیمی افضلی شاه ابراهیمی قاسم که دفتر رموزگاری و بعضی مقالاتشان در همون چیز در دایره المعارف تشیع هم استفاده شده. و اینها منابعی هستش که استفاده شده. سرسپاری از دید اسلام که منبعش چه هست؟ قاسم افضلی، سید قاسم افضلی، دایره المعارف تشیع و جیهون آبادی، نعمت الله، شاهنامه حقیقت. و این هم مقاله از جمخانه در الحق که چیزه که کاظم نیک نژاد، گنجینه یاری، صدیق صفیزاده صدیق، نامه سرانجام خورده سرانجام فلان بیان، مسئول دراری اینه ندیدم، مکاتبات و این مطمئنا مال سید قاسم هستش. بعد صفیزاده بورکی، دانشنامه نوآوران یارستان. و برتری سلطان از علی، اینم منابعش نورعلی الهی هستش. و این هم الحق چکیده بهانه‌ای برای شریعت گریزی، اینم هم که منبع نورعلی الهی هستش. خب عزیزان، همانطور که دیدیم و شنیدیم، یک مجموعه انگشت شمار منبع هستش که مبنای فهم و درک همسایگان ما، اطرافیان ما و نویسندگان و جامعه پژوهشی قرار گرفته، مبنای فهم و درکشان از ما و هویت ما. همانطور که عرض کردم، نام من پرسو احمدی هستش. من یک دوره تحصیلی 3 ساله در رشته به نام مالتی میدیا تکنیک انسان پشت سر گذاشتن که یک رشته بین پرنسیپی یا بین علمی هستش و توری های پرنسیپ های همچون جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، معناشناسی و اینها را در بر میگرفت و آشنایی با متدهای پژوهشی مانند متدهای کیفی، کمی، هرمونوتیک و توری های در رابطه با پروسه
فراگیری و شکلگیری یا زایش آنچه که ما عقل مینامیم، مانند رفتارشناسی بیهیوریستی و کوگنیتیو یا شناختی و بخشی به اصطلاح توریهای پداگوگی. حالا این تنها به اصطلاح تحصیلات رسمی بود، ولی خب من مطالعات گسترده تری در مورد به اصطلاح تاریخ، فلسفه، تاریخ ایده و تمدن‌های باستان، میزوپوتامیان رودان به اصطلاح یا پرشین، یونان، تمدن رودگنجی به اصطلاح هند و مصر و اون چند تمدن باستان که مبنای به اصطلاح مبدأ حرکت پژوهشی هستش یا مبدأ مطالعه پژوهشی هستش و شاید حدود 1000 لکچر از برجستگان و از به اصطلاح کسانی که دهه‌ها تجربه داشتن در تحصیل و در تحقیق در رابطه‌های مختلف فلسفه و تاریخ و خلاصه ادیان و روش‌هایی که ادیان مثلا در مسیحیت، بزرگان مسیحیت برای دفاع از خودشان چیز کردن، استفاده کردن. آشنایی با آنتولوژی و اپیستمولوژی که بخشی از تحصیلات من هم بود و گسترده کردم و اینها چیز شد، مایه هایی شدن که من بتوانم بیشتر با دیدی ژرف‌تر این متون یاری های گورانیان را مورد مطالعه قرار بدم و خوانشی تازه از آن به دست بدهم که من آن را آن یافته‌ها را زیر نام تمدن یارسان از 20 سال پیش تا 4 سال پیش به طور متوالی منتشر کردم و در دسترس دیگران بود و در 3 سال اخیر هم به زبان کردی به صورت برنامه‌های ویدیویی اونا را جوهر و چکیده اونا را تکرار کردم برای بیشتر به خاطر کسانی که بر زبان فارسی تسلط نداره، چون مقالات من به زبان فارسی بود و خیلی از مردمی که به کاکهی در باشور هستند و با زبان فارسی آشنایی ندارن چیز داشتن، درخواست داشتن که من اینها را به کردی برگردانم، ولی خب من در برنوشتن به کردی مسلط نیستم و به صورت چیز به اصطلاح گفتاری و اینها را در برنامه‌های ویدیویی تشریح کردم و در اختیار هست. اما حالا ما می‌بینیم که 20 سال پیشی که ما یارسان را به عنوان نام جامعه سکولار چیز کردیم، تعریف کردیم و یک جامعه زیر مجموعه به نام جامعه به نام یاری برای کسای باورمندان این جامعه تعریف کردیم که بتونیم در کنار همدیگه نیرو توانمندی خودمان را روی هم بذاریم و بتونیم برای حقوق خود و برای بازخوانی و بازسازی هویت واقعی خودش گام برداریم. ولی متاسفانه تنها واژه‌های یاری و یارسان به نوعی سرقت شد و اینها نام دین و مذهب خود کردن به طور متناوب و متوالی و یافته های من و ادبیات من، واژگانی که مفهوم هایی که من استفاده کردم، اینها بردند
و با همون تداعیات، با همون باورهایی که زیر نام الحق و علی الهی و حقیقت پرست و الحق و حق پرست و غیر و ذالک پیشترها بیان کرده بودن، تداعی کردن و درآمیختن. بنابراین من بازنگری کردم از با توجه به این که به عمق و گستره به اصطلاح دستکاری ها و جعلیات سادات که در سده اخیر به آثار یاری های گورانیان دست یافته بودن پی بردم، من چیز کردم، من در نگرش خودم، در رویکرد خودم و در نظرات پیشتر خودم بازنگری کردم، به نقد کشیدم و یاری و یارستان را تنها دو مفهوم هستش و من اشتباه کردم که 20 سال پیش اینا را تولیدگری به کار بردم و آنهایی که از من پیشتر در ترادف با علی الهی و الحق و غیره به کار بردن از من چیز اشتباه تر بودن و اینها دو یارستان منزلگاشون شاه پیر ده ها مفهوم دیگه یک کانتکستی وجود میارن، یک کانتکست فکری و فلسفی وجود میآورند و اینها مفاهیمی هستند برای بیان یک جهانبینی فکری و فلسفی بسیار بسیار عظیم و بی‌نظیر که من در برنامه‌های آینده به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت و ما به صراحت و به روشنی و با استناد به کلام‌های فیلسوفان خویش دیدگاه خودمان را نسبت به اسلام، نسبت به تمام شاخه‌های متصوفی وابسته به آن و شاخه‌های به اسلام مذهبیشان بیان خواهیم کرد که ما این اسلام، این مکتب را به نفع جامعه، به نفع جامعه کرد و به نفع جامعه بشری نمیدانیم و این مکتب در برگیرنده ارزش‌های انسانی و اجتماعی که بتوان با آن انسان سازی کرد، که بتوان با آن یک جامعه برابر و انسان محور برقرار کرد، نیست، پیدا نمیتوان کرد و ما به همه موارد به آثار آن انگشت شمار، آثاری که هویتی عظیم و بی‌نظیر کیستی و چیستی ما را به زیر سوال برده و وابسته کرده میپردازیم و در برنامه آینده به مفهوم هویت، به مفهوم به اصطلاح به ماهیت کیستی و چیستی خودمان میپردازیم و مستند از خویش و از جهان بینی فکری و فلسفی بی‌نظیر دانایان کردان سخن خواهیم گفت. بدرود.